ای صدا تو گویدم. خب دوستان سلام، من هنوز اسمی واسه چنل انتخاب نکردم، ولی خب این اولین ویدیوی چنل منه که اومدم از بازی لیجند آف زلدا که یادم دقیقا نیست چی جور بازی بود، ولی میدونم بازی خوبه. اومدم ازش ویدیو بسازم. همینجوری میریم ببینیم خدا چی میخواد. زبان انگلیسی. خب الان چی کوی بخورم؟ این ناموس من الان چی کار کنم؟ اول اسم، اینجوری اسم میزنیم بره آجی. اصلا اسم مهم نیست، مهم هدف. خب از شخصیت ما لینک یعنی پیوند. خب بزن بریم. آجی من الان خلاصه بهتون میگن قضیه چی آقا. نگاه، سه تا الهه بودن که با کمک همدیگه یه جای وجود میارن به اسم هایرول کلا سرزمین بازیه. بعد ما یه الفی هستیم، یعنی تمام بازی همیشه ما یه لینکیم، یه الفی که باید یه شخصیت به اسم گاناندروف جادوگر شیطانی رو نابود کنید. تو تمام نسخه، از اولین نسخه سال 1986 تا نسخه سال 2024 وجود 24. بعد نگاه همیشه یه شمشیر جادویی هست، اسمش چی بود؟ اسمش آجی یادم نمیاد، ولی همیشه یه شمشیر بود آجی. ما با کمک اون آجی ابرقدرت میشیم، لامصب پاور میشد آجی. این هم داره میبینین این زلاست. یکی از اون چیزا اسمش بکن زلا بود حالا من یادم نیست. بهتره بعدا در قسمت دیگه خوب به داستان بپردازن. این ویدیو بیشتر گیم پلیه، یه چند قسمت از این میذارم. این کلا کاری که تموم شد میرن سراغ داستان این، یعنی مثلا اول نسخه دومی اینجوری میگیری، چون هر نسخه داستان متفاوتی داره، چون آخه زمانه مختلف هر لینک توی مثلا این لینک با اون لینک که مثلا نسخه بعدی فرق داره. میگیرین همشون لینکن ولی خب تو زمانه مختلفن، چون کلا این بازی با زمان و مکان خیلی پیش در پیچه. الان واسه تون چیز بگم پشماتون بریزه. اللحاظ داستانی بازی زلا 3 تا خط زمانی مختلف داره که اگه اونا رو هم بخواین حساب کنی، اولین قسمت اولین بازی زلا میشه آخرین بازی زلا. اللحاظ داستانی یه ذره پیچیده است، میگیریم مغز میخواد همه نداره. این زلا تو تمام نسخه نه فقط این نسخه بود ما بعد زلا رو نگاه می‌دادیم. کلا همین که قضیه اینجوریه، برو شاهزاده رو نگاه بده. این الان بنازم این الان ایده تیپر آجی سازنده ماریو زلدا اینا همه یکی بود. یه لحظه من این ویدیو به هم ریخت، اینو استوب کن الان برمیگردم. خب نگاه شده کنه آجی، ویدیو رو استوب کن آجی. یه سوسکی بود دهنشو گویدم آجی. فوش نده رضا، فوش نده ادب رو رعایت کن. ببینید کلا بازی زلا یعنی عشق، یعنی لذت. بنازم لینک کجا بودی؟ سلام چطوری؟ های The Princess Zelda Eldolin. کلا مهم نیست چی میگم، مهم کلا گیم پلی بازی. بیشتر مردم کلا رو گیم پلی بازی زلا چن. این شمشیر به ما داد، زیر دلمون خوش شد. حالا داخل این نسخه جوری من بعدا گرافیک اینو یه ذره دستمالی میکنم بهتر میشه. آجی 4 دقیقه چقدر طول میکشه. من 10 دقیقه ویدیو ضبط کنم برم واقعا میگم. هر قسمت 10 دقیقه 15 دقیقه باشه کار در جا باشه. لینک بدو پسر آجی من چقدر پرنسس رو دوست دارم. کاشی پرنسس واقعی
از مرگ داری پوست کشی ما رو. بابا به خدا بنازم این شهره رو اسمش من یادم نیست، بعدا میره اسمش من در میاد. بلند شهر الفاس. آجی زخم دستم وای. برو دیگه برو دیگه برو دیگه. چند دقیقه شد؟ 5 دقیقه. آجی من 15 دقیقه ویدیو رو ضبط کنم برم واسه ادامه کارا، کلی کار دارم آجی. فردا سر کارم. آی خدا فردا ساعت 4 سر کارم. بهتر ویدیو رو ضبط کنم. الان که ویدیو رو ضبط میکنم ساعت 10. اینو ضبط کنم برم بگیرم بخوابم تو 1000 تا مشکل بدبختی فلاکت تیک ایران تخمی. جورا داری بیا بالا. دکمه بود مستقی حرف میزنیم کجا؟ اینا چقدر حرف میزنن وای. ما سپر شمشیر به دست آوردیم، همون چیزی که تو تمام بازی زلدا بریم. داداشم لینک جوگیر شد. خدایا جمله رو شنیده میگه آدم جو بگی سگ جو سگ بگی و جو نگیره. آجی لینک شده همه سلک ملکه. من میدونم اینا یه داستان میدونم این موقع داستان کشش منصاف. حالا مثلا من رسیدم اینجا مثلا لینک من رفتم خدا حافظ خواهرتم میگه من یه راستی شمشیر نداشتم و شمشیرم پس بودم آجی بنازم. حالا مثلا نه ما حالا تازه میخوایم انگلیسی یاد بگیرن. یه چیزایی میفهمم انگلیسی نه چیزی نمیفهمم. چند دقیقه شد هر آجی ما اصلا موبایل داره ضبط میکنه چون خب پول کامپیوتر نداشته. امسال داره جمع میکنه اگه خدا خواست گیشی بهتر بکنه. اینه امسال چی میشه 10 میلیون 15 میلیون جمع کردم میخوام برای گیشی بهتر بخرم. از این گیشی دیگه با قول یارو گفتنی دیگه عمرشو کرده وقتی که عوضش کنم. آجی این چرا دید رو رفتنش بگیری این نکش آمده تخمه این دست از سرمون بردار. آجی عظمت پادشاه بنازم. پادشاه یه عظمتی داره آجی. این شمشیره رو میبینین لینک قبلی رسیده به اینجا فکر کنم. این جادوگر بیناموس قرار ما به این بجنگیم. همین اول بازی میخوام بیان ما رو پاره کنه تا هم آخر بازی. شون لغه هرچی بدبختی دارن تقصیر توی تخمیه. میبینین همه به تخم میشن ته. بابا من خودم عمودجانیم. بسم الله و الرحمن الرحیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدرت طلبات ورود ارواح شیطانی بر جهان مادی. Oh no. Wow. لانشین جادوی و همچین سپر تخمی میخوای بگی زلدا سبیل به سنگ شد. خب به تخمم زلدا چی کارش کنم الان؟
حالا من مثلا چی کار کنم آجی؟ اوه آجی این جادوگر خیلی کلفته. بدو کار زندگی دارم. بدو 10 دقیقه. آجی من هنو نفهمیدم این آهنگر دقیقا چی کاره. دخترم تبدیل به سنگ شده و با فلان چیز اینجوری درمان میشه، باید بروی با اون سنگهای جادویی رو بیابی و این دختر شفا دهی دلدارا. رحمتون باید. ولی پادشاه حق نگذاری اجا ابهتی داره. توجه کردین پادشاه بسه خودش یه یلیه، یه ابهتیه. پس خلای شمشیر نزدیمه دادیم. من الان مثلا میگه بالاخره شمشیر اندازم بودش. من حرف نزن بذار ما بریم تایم ویدیو من پر شد. بریم یه ذره بازی کنیم. دیگه هم اول کار فقط دارم داستان گوش کنم. ما بریم اینجا. این نقشه کل بازیه. همین بعد از این بازی سپرشن یه اسکرین شات بگیرم واسه ادیت ویدیو. این واسه تایملیل ویدیو آجی. بعدا تایملیل میزن از این استفاده میکنم. عجب گویه برنده هایرول. فقط فهمید اونجا هایرول. اونجا همیشه هایروله. تمام بازی‌های زلدا داخل هایروله. یازده پول میلیونر بزنه تو پاسی. شما الان چیکار کنم؟ به کجا باید برم؟ میدونم باید کجا برم. دا 29 دقیقه است. بنظرم بسه. خب دوستان همتون رو دوست دارم. این ویدیو هم تموم شد. اولین ویدیو من. ببینیم خدا چی میخواد. ببینیم کارمون میگیره یا نه. یوتیوبمون چی میشه. خب دوستان حرفی واسه گفتن نمونده. تا درودی دیگر بدرود.